شام فوتبالیتان بخیر باشد دوستان عزیز مخلصان فوتبال. پگاه چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته های لیگ یکم آغاز میگردد و در این عرفه ما یک صحبتی داریم با معاون دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سبحان شادیف. مبارک همون باشد برای همه ما و شما. اینک با دنبال آغاز چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته های لیگ عالی همکنون در لیگ یکم هم کار شروع می شود. خب مسلم است که لیگ فوتبال تاجیکستان برای آغاز با موفقانه این مسابقه ها کارهای زیادی رو انجام کردن و من در شروع صحبت میخواستم سکان شما برشمارید که چی کارهای انجام شدن که تا مسابقه در لیگ یکم هم در سطح بلند و بالا برگزار شود. تشکر سهراب شاه عزیز برای دعوت و اشتراک در چنین یک بسیار برنامه با مورد که در آستانه آغاز بازی‌های چمپیونات تاجیکستان میان دسته‌های لیگ یکم قرار داریم. همکنون فردا شروع می‌شوند. نخست در این آغاز موسم می‌خواستم تمام مخلصان، هواداران، علاقه‌مندان فوتبال را با شروع موسم تبریک و تهنیت گویم و برایشان برای کامیابی تماشای بازی‌ها و اشتراک در بازی‌ها در میدان‌ها تمنا دارم. اشتراک خوب. بسیار خوب. چی کارهای انجام شد؟ لیگ ملی فوتبال تاجیکستان پس از ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی و در اساس پروتکلی که در این ملاقات به قید گرفته شد تمام نقشه چهاره‌بینی‌های خود را برای سال 2024 طرح‌ریزی نمود. از روی این نقشه چهاره‌بینی‌ها اولین کاری که لیگ ملی فوتبال تاجیکستان تشکیل کرد این تشکیل یا تأسیس نمودن یک کمیسیه با صلاحیت جهت نظارت و مراقبت کردن از بالای دستور و سپارش‌های پروتکلی محترم رئیس بود. جهت اجرای بندهای داخلدار آن پس از آن کمیسیه دائمی عمل کننده لیسنزیا کنونی کلوب‌های لیگ فوتبال تاجیکستان یا که کلوب‌های فوتبالی کشور کار خود را شروع کرد و در مهلت یک ماه که شروع از 3 ینور تا 3 فوریه ادامه یافت این کمیسیه با صلاحیت در هیئت متخصصان کاردان متخصصان ساحوی از تقریبا 18 شهر و ناحیه ها یعنی ورزشگاه‌های شهر و ناحیه ها بازدید به عمل آورد که شما نیز شامل این هیئت بودید و واخوری‌های ثمرناک با رئیسان و مسئولان شهر و ناحیه ها و نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه ها انجام دادن جهتی برطرف نمودن کمبودی ها در کلوب ها و جهت جانناک بخشیدن فعالیت کلوب ها و جهت عملی نمودن دستور و سپارش های محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای سال 2024 برشماریم که حال حاضر کدام دسته ها در لیگ یکم خواهند بازی کرد. من فکر میکنم که برای بیننده عزیز هم خیلی مراقب‌آور است که ما برشماریم که کدام دسته ها بازی میکنند. دسته هایی که اشتراکچی لیگ یکم هستند طبق قرار کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شمارهشان 13 عدد است. پرواز فرودگاه بین المللی شهر خوجند، ماهر ناحیه یاوان، یاقوت شهر وحدت که سابق کلوب فوتبال وحدت شهر وحدت بود، سرای کمر ناحیه 5، سامان دنقره، هولبوک ناحیه واسه، اسفره شهر اسفره، کلوب فوتبال دوشنبه شهر دوشنبه، سرحچی ناحیه همدانی، کلوب فوتبال سردار که همکنون به هیئت دسته های لیگ یکم شامل شد، قهرمان لیگ دوم، کمانده کلوب فوتبال سردار از شهر ترسونزاده، کلوب فوتبال فیضکند ناحیه واسه و کلوب فوتبال شادمان شهر حصار و کلوب فوتبال سرازم نیز که مهمان لیگ یکم است. سبحان برای بیننده فکر میکنم که اندک در هم برهمی است. با چه خاطر؟ با اون خاطری که ببینید دو دسته که در لیگ عالی بازی میکردن هم وخش و هم ریگر
سراول رفتن لیگ یکم، بعدا برگشتن با دیگر بار به لیگ اولی. برقچی هم از لیگ یکم به لیگ اولی آمد. فایزکند رفت که در لیگ اولی پنجم مقام را کسب کرده بود. خلاصه یک اندکی در هم برهمی است. میخواستم در همینجا شما روشنی بیاندازید که از لیگ دوم کدام دسته ها به لیگ یکم آمدن و عموما چه موقع ها در اینجا کسب شده است؟ مطابق قرار کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و با رعایت پرینسیپ های ورزشی، البته پس از آن معلومات هایی که کمیسیون لیسانس قانونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشنهاد نمودند به فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای اشتراک کلوب ها، برای مطابقتی کلوب ها، فعالیت کلوب ها در سمت های اینفراستراکچور، در سمت های مالیوی، در سمت های معموری و ورزشی، مطابقتی آنها این کلوب ها، البته به هیئت دسته های لیگ یکم سه دسته که سه کلوب فوتبال شامل شد. این هم باشد کلوب فوتبال سردارین شهری ترسونزاده و کلوب فوتبال یاقوت شهری وحدت و کلوب فوتبال سرازمی پنجکین شهری پنجکین بود. بله، بابت مسئله شامل شدن کلوب های فوتبال ریگر تدز شهری ترسونزاده و کلوب فوتبال وخش شهری باختر و کلوب فوتبال برقچی شهری حصار به هیئت دسته های لیگ عالی، این هم مطابقتی این کلوب های نامبر شده به معیارهای یا کریتریاهایی که نزد کمیسیون لیسانس قانونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان گذاشته شده است همین میباشد که پس از تحلیل و بررسی حالت‌های نامبر شده کریتریاهای بالا ذکر، کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرار نهایی را با شامل کردن این کلوب ها به هیئت دسته های لیگ عالی قبول نمودند. فایزکند هم بر طبق همین معیارها از لیگ عالی به لیگ یکم رفت، درست است؟ بله، نامطابقتی کلوب فوتبال فایزکند در معیار مالیوی و در معیار اینفراستراکچوری کلوب مذکور را به هیئت دسته های لیگ یکم شامل کرد که این مقرری یک چیز معمولی است. بله، یک چیز مقرری معمولی است. سبحان خوب، اکنون تا کدام اندازه همین ورزشگاه هایی که در آن بازی های دسته های لیگ یکم برگزار می شوند در شهرنامه هایی که اینجا دسته ها این شهرنامه را معرفی میکنند آماده قبول بازی های خانگی دسته های خود هستند؟ کمیسیون دوم عمل کننده لیسانس قانونی فدراسیون فوتبال تاجیکستان تا حال کاری خود را انجام داده شده است در ورزشگاه هایی که کلوب های لیگ یکم در آنها باید بازی های خانگی خود را برگزار کنند. از این ورزشگاه ها علاقه ورزشگاه مرکزی ناحیه دنقره پور را برای قبول بازی ها آماده می باشد که اولین بازی خانگی خود را باید در دور یکم بازی های چمپیونات تاجیکستان برگزار نماید. با ورزشگاه جوانی شهر حصار نیز پورا آماده شده است. ورزشگاه سرازمی کلوب فوتبال سرازمی شهری پنجکین، یعنی ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین آماده می باشد. هولبوک ناحیه واسی نیز پورا آماده شده است که در آنجا کلوب فوتبال هولبوک و فایزکند باید بازی های خانگی خود را قبول کنند، برگزار کنند. باقی مانده ورزشگاه هایی که نامبر نکردیم، یعنی ورزشگاه شهری وحدت علاقه نقشه تعمیر و ترمیم جاری خود را قبول کرده است، باید تا مهلت های نزدیک آماده شود. برای کامل شدن یک دسته همچون کلوب البته کار زیادی رو انجام کردن ضرور است. در روند آمادگی ها ما خود شاهد بودیم که لیگ فوتبال تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان اصولا برای مسئولین و متخصص این دسته ها چندین مراتب سمینارهای آموزشی، کورس ها را دایر میکردن، کارهای فهماندهی را انجام میکردن در روند تهیه حجت ها، عموما تهیه کردن خلاص یک ساختار کامل کلوبی. خب تا کدام اندازه میتوان گفت که همین دسته های لیگ یکم ما جوابگو هستند به همین معیارهایی که از جانب فدراسیون فوتبال جهانی است، از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا است؟ امسال نیز در آغاز موسم، یعنی انیخترش در ماه فوریه، کورسی گسترده اطراف منیجری و کارگزاری در فوتبال کلوب لیگ فوتبال تاجیکستان سمینار انجام داد که در آن منیجران کلوب های لیگ یکم و لیگ عالی همگی اشتراک کردند. در آنجا همه چیز اطراف کارگزاری یک کلوب، تشکیل یک کلوب، فعالیت یک کلوب، مطابق نمایی یک کلوب با تمام معیارها و استانداردهای جهانی گفته داده شد
من فکر میکنم که نسبت به سالهای قبلی که ما مشاهده میکردیم، یعنی 3 سال پیش 4 سال پیش، خیلی کار خوب شده است. خیلی کار در فعالیت کلوب ها کارگزاری خوب شده است. یعنی یک هماهنگی میان کلوب ها و میان لیگ فوتبال تاجیکستان برای تطبیق نمودن برنامه های رقمی، برنامه های معاصر برای پیشبرد کار فوتبالی هست، احساس می شود و گمان میکنم که سالهای آینده، یعنی 2 سال یا 3 سال دیگر، برای ما کفایگی میکند که ما از این بنبست پورا خلاص شویم. ببینید که اگر خطا نکنم چند طلبات و پرسش های نوی هستند از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا، اصولا از جانب فدراسیون فوتبال جهانی که همکنون آنها را میباید وارد نمود. درست است؟ بله بله. لیگ فوتبال تاجیکستان تطبیق برنامه فیفا کانکت است، اینه که شما اشاره دارید. یعنی برنامه فیفا کانکت این یک برنامه مرکزانیده شده است که تمام بازیگران کلوب ها در آن به قید گرفته می شوند و این هم طلبات فیفا سال از سال بالای تطبیق نمودن این برنامه در تمام کنفدراسیون، در تمام اساسیاسیون بین المللی، در تمام اساسیاسیونی که در دولت های الهیده عمل میکنند، یعنی فدراسیون های الهیده، پرزورتر شده است جهت تطبیق این برنامه. فدراسیون فوتبال تاجیکستان، لیگ فوتبال تاجیکستان این برنامه را پورا میان دسته های لیگ عالی عملی کرد و امسال نیز میان دسته های لیگ یکم پورا عملی شد. منیجرها را دعوت نمودیم، سمینار برگزار شد، تمام بازیگران، هیئت راهبری کننده، ستاد مربیان کلوب ها، خود کلوب ها در این برنامه به قید گرفتگی شدند. یعنی که یک کاربرد و فعالیت کلوب ها را به حد آسان و سهل کرده است این برنامه. بسیار خوب. همه دسته ها همکنون که فردا شروع می شود، من فکر میکنم که باید این سوال الکی جواب خود را یافته باشد. منظور من چی است که همه دسته ها از معاینه طبی گذشتند، مشکلات دیگر در این وجود ندارد فکر میکنم و مشکلات تقویم دیگر وجود ندارد و هم از روی ترتیب نظامی که الکی در فدراسیون فوتبال تاجیکستان با قول مهر و وثیقه شده است همون است. بله. لایحه‌ای که همه ساله برای دسته های لیگ یکم و لیگ عالی عملی می شود، لایحه گذراندن معاینه متمرکز پوره طبی در شهر دوشنبه. تمام دسته های لیگ عالی، لیگ یکم از آن گذشتند. بازیگران حالت فیزیکی خود را تشخیص کردند، حالت روانی، حالت جسمانی خود را ما الکی آماده می باشند از روی معلوماتی که تشخیص به ما پیشنهاد کردند. در ما یک قاعده هست که در لیگ یکم لیگنرها بازی نمیکنند. خب از نظر صنف انفرادیشون من هنوز نمیگم همچون مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان یک مراتب میتوانید از این زاویه جواب بگویید، یک مراتب میتوانید از زاویه‌ای که مسئول هستید. خب به اندیشه شما آیا درست است که لیگنرها باید در لیگ یکم بازی نکنند، صرف این مکتب فوتبالی ما باشد که تا ما توانیم که در اینجا بچه‌های خود تربیت کنیم؟ این مسئله اشتراک بازیگران خارجی پیشتر هم بود و تا حال هم هست. در لیگ یکم پیشتر اشتراک میکردند تا سال 2020 و با قرار کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اشتراک آنها در لیگ یکم منع کرده شد، برای که مشکلی ها پیش می آمد در بست و بند حجت های شخصان خارجی که وارد قلمرو تاجیکستان می شوند. همین مشکلی های مالیوی داشت در پی داشت، یعنی پرداخت معاش آنها، پرداخت اعضا حقی شخصان بازیگران خارجی در فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تأمین بود و باش آنها در خود قلمرو تاجیکستان، یعنی به جای خواب و مهمانخانه. همین مسئله ها که احساس شد و پیش آمد و پیامدهای خوب هم نداشت در خود کلوب های لیگ یکم، همین را به نظر گرفته کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان اشتراک آنها را در لیگ یکم منع کرد. ببینید که سبحان، یعنی لیگ یکم همین مشکلات رو با سر لیگ عالی بار کرد. یعنی در اونجا که بازی میکنن با همین مشکلاتی که دارن، متاسفانه همین تهیه حجت ها و بود و باش و پهلوهای مالیوی، متاسفانه در لیگ عالی همین لیگنی رو با همین مشکلات ما گرفتار هستیم متاسفانه. اما ببینید که از نظر صرف انفرادی من یک پهلوی دیگر این مسئله آن بود که کلوب های لیگ یکم ما اقتداری به درجه درکاری پرداخت کردن معاش لیگنرها رو نداشتند. شاید درست، یعنی این یکی از
سبب ها یکی از پهلوها بود. بله یکی از پهلو. بله بله. خوب سبحان من فردا که مسابقه شروع می شود از نگاه شما همچون یک مسئول در چنان که گفتیم در ساختار کلوبی، در تهیه حجت ها، در ساختار اینفراساختوری، در ورزشگاه ها، آماده بودن ورزشگاه ها، خلاصه همه جبهه و پهلوهایی که دسته های لیگ یکم شروع میکنن کارو در چمپیونات تاجیکستان و فوتبال در میان دسته های لیگ یکم یگان مشکلات دیگر نیست. چی مشکلات دارن آنها که باید اونا حداقل در روند این مسابقه باید حل و فصل کرد؟ 6 دسته در لیگ یکم شکل فعالیت خود را به مؤسسه دولتی تبدیل دادند برای نگاه داشتن یک سرچشمه معتدل مالیوی که طول موسم مثلا تنقیصی نداشته باشند. از جمله 4 کلوبی تشکیلات های جمعیتی حجت هاشون پرره شد. شکل فعالیتشون گمان میکنم از نگاه حجت گذاری و از نگاه یوریدیکی کلوب های لیگ یکم دیگر تنقیصی ندارند. تنقیصی یگانه ای که احساس می شود این باز هم تکرار میکنیم اینفراساختور است. یعنی آماده کردن ورزشگاه ها و همگان معلوم است که ورزشگاه ها این یک انشاءات های بزرگ است که همه وقت نوبسته است فصل های سال موسم، یعنی که یک نگاهبین پرره را طلب میکنند. خاصتا قسم اینفراساختوری ورزشگاه ها در مسئله میدان ها باشد. میدان ها اگر خطا نکنیم یک 60% آماده هستند میدان ها خود، یعنی چمنزاری ورزشگاه ها. اما مسئله تشویش‌آور آن است که اینفراساختورها نیز به تعمیر و ترمیم جاری نیاز دارند. تا حال مانده است این مسئله هست و کمیسیا کار کرده شده است در همکاری با مقامات های اجرایی حکومت دولتی شهر ناحیه‌هایی که در آنها کلوب های فوتبال لیگ یکم فعالیت میکنند تا حال ادامه دارد. همین ورزشگاه ها که در توازن همین مقامات های محلی هستند، البته مشکلات این ورزشگاه ها همون است، چون که در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و نواحی البته مشکلات های خود دارند. از اونجا راه هست، پول است، البته ساحات مختلفی هست که باید در اونجا البته نگاهبین شود از جانب حکومت محلی. برای همین من فکر میکنم که اندک مشکلی همین ورزشگاه های ما همون است که توجه پره باید در اون ورزشگاه از جانب کسی همه وقت نگرانده شده باشد که تا اون ورزشگاه در حال ایدئالی خوب نگه داشته شود. ما فردا شروع میکنیم از 20 اپریل کی تنفس داریم، بعد باز کی انجام میکنیم و در چند دور برگزار میشود؟ 20 اپریل بازی ها آغاز می شوند در ماه ایول، یعنی که از 1 ایول تا 30 ایول روزانه گزارش تابستانه است، یعنی استراحت تابستانه است که در آنجا بازیگران انتقال می شوند، یعنی روزانه نقل و انتقالات بازیگران است و انجام چمپیونات تاجیکستان میان دسته لیگ یکم طبق نقشه طبق تقویم 23 نوامبر سال 2024 به نقشه گرفته شده است. علاوه طبق تقویمی که تهیه شده است برای دسته های لیگ یکم در آن 156 بازی به نقشه گرفته شده است، یعنی از 2 مرحله عبارت است، 26 دور و هر دسته 24 بازی انجام می‌دهد. من گمان میکنم که یک تقویم خوب، کامل و پر است. بسیار خوب. فکر میکنم که هیئت ناظران، داوران همه برای در سطح بلند و بالا برگزار کردن این مسابقه آماده عملکه. بله، در ماه مارت لیگ فوتبال تاجیکستان سمینار آموزشی و سنجشی و عملی برای کمیسران بازی های لیگ فوتبال تاجیکستان انجام داد. در آن تمام طلبات و مقررات نظامنامه نو تهیه شده برگزاری مسابقه ها گفته داده شد. تمام طلبات هایی که وابسته به تشکیل و برگزاری بازی ها است گفته داده شد و بازی ها نیز در لیگ یکم از روی برنامه نظام برگزاری مسابقه ها برگزار کرده می شود. من براستی بسیار می خواهم که بازی های لیگ یکم هم توسط تلویزیون نمایش داده شود. چرا؟ چون که من که برنامه فوتبال تاجیک دارم و در بیشتر از این بازی ها شرکت میکنم، بسیار بازی ها جالب میگذرند. شما کوشش نکرده که با ریاست تلویزیون هماهنگ کنید که همین بازی ها هم با طریق زنده
намоиш дода шаванд ба мардум. бале мо ҳам дар ҳамин орзу ҳастем ки лигаи якум низ тариқи телевизион пахш гардад, пахши мустақим гардад ё ки сабтӣ шаваду ба ҳар ҳол нишон дода шавад. Тариқи телевизионҳои футболӣ, яъне варзиши футбол ҳаст, корҳо дар ин радиф рафта истодааст. То тайёр шудани пурраи варзишгоҳҳо ба таъмиру тармим, албатта ин чиз амалӣ мешавад. бале инҷо албатта корбарӣ ҳаст. бале корҳои зиёдеро анҷом кардан дар кор аст. қудратҳои техникии телевизионам ба инобат гирифтан дар кор, имкониятҳоам бад дар варзишгоҳҳо албатта дастрасӣ ба шабакаи интернетӣ буданаш дар кор аст, чунки инҷа аз на танҳо аз телевизион балки аз варзишгоҳҳо сахт бастагӣ дорад. хуб субҳон, мо барномаро анҷом карданӣ ҳастем. агар гуфтание ба мухлисон дошта бошед, муроҷиате дошта бошед ба клубҳо, ба намедонам боз ҳаводорони футбол, марҳамат мана. дар анҷом аз тамоми мухлисон даъват ба амал меорем ки ба варзишгоҳҳо биёянд, иштирок кунанд, дастаҳои худро ҳаводорӣ кунанд. дар ин радиф низ бо ибтикори президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Ҳусайн Умалӣ озмуни беҳтарин мухлиси сол дар ин мавсим таъсис дода шуд. ин чизҳо ба яъне иштироки мухлисон 100,000 сомонӣ, 100,000 сомонӣ ва ҳатман иштироки мухлисон, ҳузури мухлисон дар варзишгоҳҳо ба инобат гирифта мешавад. ба дастаҳои мунтахабамон низ дар ин сол ва ба дастаҳои клубҳое ки дар бозиҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд, клуби футболи Истиқлол, клуби футболи Равшан, бурдборӣ таманно дорам ва умедворем ки роҳбарони мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо ба варзишгоҳҳо омада дар бозиҳои хонагии дастаҳои худ иштирок мекунанд, чун то ки як ҳаловат ва як рӯҳбаландии бозигарон ва дастаҳои худ ва мухлисон бошад. бисёр орзуи нек ва орзуи хуб, умеди хуб, таманнои хуб ва мо ҳам дар тақвияти ҳамин гуфтаҳои шумо албатта пеш аз ҳама умедвор ҳастем ки мусобиқаи футболи лигаи якуми мо ҳам дар сатҳи хеле баланд баргузор мешавад ва умедвор ҳастем ки ҳама масъулин ҳамроҳи ҳаводорон меоянд, дастаҳои маҳаллии худро ҳаводорӣ мекунанд, мухлисӣ мекунанд, чунки ҳузури онҳо албатта ба бачаҳо роҳи илҳоми дигар мебахшад. як бори дигар муборак бошад ба ҳамаи мо шумо оғози чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум. ва дӯстони азиз, барои ҳамаи шумо низ оғози ин чемпионат муборак бошад. аз ҳамаи шумо ҳам даъват мекунем ки ба майдонҳои сабзи Тоҷикистон биёед ва дастаҳои дӯстдоштаи худро ҳаводорӣ кунед, зеро онҳо ба ҳаводорӣ ва дастгирии мо шумо сахт ниёзманд ҳастанд. барои шумо як бори дигар изҳори сипос. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. хайр.